سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو امروز. امروز اومدیم که آموزش فارم نامحدود لوسنت رو بهتون بگم که چجوری راحت نامحدود بتونید فارم کنید، اینکه دیگه کولداون نخورید و این داستانا. بس بدونید شما خیلی سریع بریم سراغ ویدیو. ماما تو پاپاに手紙を書いて風船に入れました。届くのでしょうか。もちろん、みんなの願いも風船の中に込められて空の向こうまで届くはずだよ。 بیاید اینجا، بیاید اینجا. فقط الان دارم کتک میخورم، نمیتونم دیگه دست بگیرم. خب بچه‌ها، شما باید بیاید اینجا مپ. خب من حالا اونجا کشتم اونو و اینجا تلپورت کردم. خب شما اگر اینجا رو ندارید، خب باید کوستای داستانی بازی رو، کوست لاین بازی رو که همون معمولا اینا رنگی، خب رنگ صورتی و بنفش. خب اونا رو بیاید لولتون برسه به 40 تا بتونید اکشن بارتون باز شه، وگرنه اینجا رو زودتر میتونید، خیلی زودتر از این میتونید بگیرید. خب شما برفرض الان لولتون 40 شده و دیگه اینجا هم دارید و اومدید. خب لولتون حداقل باید 40 بشه بچه‌ها. میاد بچه‌ها اینجا. خب از این زنه میتونید کوست بگیرید. خب حالا این کوستا به چی دردتون میخوان؟ چون اینا چیزی نمیده. این کوستا بهتون از این سکه ها میدن، میبینید از اینا. شما اگر لولاشون هم زده، شما اگر مثلا این خوبا رو بگید که لول 20 ان، مثلا اینو بزنید میتونید یه رفرش بدید. خب مثلا من اینم ور میدارم، خب اینم ور میدارم، یه رفرش میزنم دوباره لول 20 بهم میده، چون لول 20 تمام شده. مثلا ببین بهتون 20 تا میده. شما 5 تا میتونید بردارید، هر یه بار که اینو میرید 100 تا بهتون میده دیگه در مجموع. شما میاد بچه، خب اینا رو که میدونید دیگه داستانشو، وقتی انتخاب میکنید میذارید رو دسته اجازه بدید من میذارید رو اینجا تو مپ مشخص میشه، میگه بیا اینجا و اینجا مثلا کالکت مثلا فلان فیوچر مثلا برد این مثلا بعد این پرنده های خوش مارک میکنه، مثلا میگه اینا رو بزنید و این داستانا بزنید و بهتون میده حالا آیتمی که میخواید. حالا مهم نیست، ما برفرض شما اینم رفتید، بعد اون موقع شما دوباره میاد. بهترین جای فروش بچه‌ها اینجاست. خب ببخشید اینجاست. خب ولی اینجا چون آخرا باز میشه، یعنی خب چون این نزدیکن دیگه، میبینید مثلا اینو این نزدیکن، هم سریع میتونید انجام بدید. بعد چون آیتم های اپیک هم میفروشه خیلی بهتره، یعنی از اپیک به پایین همه رو میفروشه. خب اینجا بهترین جای، ولی اگر ندارید هر جایی میتونید بفروشید، هر جایی که از اینا داشته باشه، حداقل سبز رو داشته باشه. مثلا بچه‌ها اینجا هم خوبه، همون جای اول بازی. خب حالا من اینجا رو میرم، راحت تره، اینجا نزدیکم از راحت انجام میدم. بچه بعضی که میاد اینجا اون حالا اون سکه به چه دردتون میخوره؟ گفتم اون سکه رو چجوری در میارید، به چه دردتون میخوره؟ اینجا به دردتون میخوره. شما میاد توی بعضی که اون 5 تا رو رفتید، میاد اینجا. من حالا سکه همون خرج کردم، همه رو خریدم، الان بهتون تو اکشن بارم نشون میدم. شما میاد از این آیتم به مقدار حداقل بالای 20 تا بخرید، چون نیاز دارید که دوباره هر سری نید پیش این یارو اینو بخرید. خب از این آیتم میخرید و از این آیتم که بهتون اجازه اینو میده که بتونید مثلا چه میدونم گردنبند و دستبند و رینگ و این داستانا بسازید. خب اینا رو بسازید، اینو پس باید بخرید. خب با همون پول بازی تقریبا میشه مثلا 100 تا رو بگید، اونم 50 تا بود دیگه. شما مثلا هر تقریبا 100 تا اون دوتا میشه، مثلا شما تو تقریبا فکر میکنم تو 5 دقیقه فکر کنم بتونید یه 200 تا در بیاد، تاش 10 دقیقه 300 تا. خب 300 تا در میارید، میدید ازش به اندازه 6 تا میخرید. خب 6 تا از اون 50 تایی ها. خب بعد شما میاید بعضی که اون دوتا آیتمی که بهتون گفتم خرید کردید، میاید این آیتمه اینجا، آیتم ها اینجا میاید تو قسمت اینا هم هستن بچه، ولی خب اینا آیتم های میدونید گرون، آیتم های خیلی مهمتر ازتون میگیره. مثلا اینا رو میگیره ازتون که آیتم های آبی ان ریرن، یکم خب کمیابترن قطعا. خب و اولش گرونتر فروش میره تو اکشن بارز، ولی خب گرونترن دیگه، مثلا یکم سخت‌تره. شما باجاش میاد تو قسمت رینگ، من پیشنهادم اینه میاد از این آیتم اینم میشه، ولی من بیشتر اینو میخرم. خب
شما با همون آیتمایی که دارید و به علاوه اون چیزی که گفتم بخرید از این که میشه 6 تا از اینا میسازه یا هر چند تا که خریدید. این آیتماش هم هستش دیگه. خب اینا هم چجوری کرافت کنید و میذارید روش و موو میزنید و بهتون میگه چجوری کرافتش میتونید بکنید و از کجا. ولی این آیتمای سبز همیشه هست، یعنی شما با یه فارم عادی، یعنی یک بار برید یکی از این مثلا همین چجوری بگم باتماتا، هیلا، چون اون پرنده مرنده و عنکبوت و اینا بزنید بهتون میده سریع، اینا سریع پیدا میشه. بعضی که خرید کردید بچه‌ها، خب بعضی که خرید کردید، خب شما میاید اینونتوریتون رو باز میکنید، خب بعد میاد این گزینه رو میزنید. خب شما تا اون موقع نمیتونید اون رینگو بفروشید، شما باید ترید رو بزنید. الان من خب چون رینگامو گذاشتم برای فروش، خب نمیتونم چیزی ندارم که بفروشم. خب براتون حالا آخر ویدیو اگر خواستید به صورت کامل یه طول و خلاصه انجام میدم بدون هیچ کلامی براتون انجام میدم، نشونتون میدم که چجوری کلا در مجموع خلاصه چه شکلی باید انجام، روندش چه شکلی. اینو که میزنید بر فرض مثلا شما رینگو اینجا انتخاب میکنید، من حالا شلوار انتخاب کردم، شما هر چیز دیگه میتونید انتخاب کنید، حالا شلوارم نمیخواد اینو انتخاب کنم. خب میتونید 2 تا 3 تا همه جوری انتخاب کنید. بعد ازتون از اونا میگیره که از این آیتم ها میگیره، ترید اکستراکشن از اینا میگیره که گفتم بخرید همزمان. شما میذارید میسازه، بعضی اینکه میذارید میسازه شما دیگه نمیتونید اون آیتم رو یوز بدید. خب یعنی الان من شلوار رو ساختم، من دیگه شلوار رو میگم شلوار چیه میگم شلوار کفش ساختم، من کفش اینجا بود میتونستم یوزش بدم، یعنی میتونم استفاده کنم بیاد جای این. ولی خب من دیگه وقتی این کارو میکنم دیگه نیستش، یعنی میاد تو این قسمت. خب اینا دیگه وقتی این شکلی میشه شما نمیتونید استفاده کنید، فقط به درد فروش بیشتر میخوره. بعد اکشن هاوستون که لول 40 حداقل میخواد، شما میاد اینجا و میاد تو قسمت سل اینجا. ببین بچه‌ها من این آیتم ها رو گذاشتم برای فروش، حالا قیمتشون فرق داره به دلیل اینکه تریدشون فرق داره. مثلا این باف 1.5 برابر، این مثلا هیل ریجن خب اینا مثلا قیمتشون فرق دارن. خب قیمتشون هم الان بهتون میگم چجوری درش بیارید. الان بر فرض مثال خب اینو من میزنم، این نوشته نو لیمیت، یعنی از 10 تا به بالا فروش میره. خب خودش نوشته کمترین قیمت معمولی 18 تا برای فروش گذاشته. حالا شما میخواید ببینید مردم چی گذاشتن، میان تو این قسمت فیلترتون رو باز میکنید و میذارید روی سبز که من آیتمم آبیه. خب الان دارم میفروشم ولی شما سبز دارید چون میخواید اون این رینگا سبزن. خب اگر مثلا آیتم آبی فروختید میذارید رو آبی، اینو معنی که سریعتر پیدا شه. بعد فایند ترید رو میزنید، بعد میاد اسمشو اینجا سرچ میکنید، اسمشو بعد میاره. حالا مال من تو قسمت وی پن این نیازی نیست مثلا اینو بزنید، ولی شما باید برای فروش رینگ و آیتمایی مثل این بعد این گزینه رو بزنید تا حتما براتون بیاره. وگرنه من اینو میزنم آرمور البته برای من میزنید و آرمور رو میاره. خب من تو قسمت لگز بذار ببینیم میاره یا نمیاره. خب نمیاره، آقا باف مسش کردم میگم چون نمیاره. خب من اینو باید بزنم. خب الان قسمت فیته من چرا همش میگم شلوار میخوام بفروشم. خب آیتمی که من میخوام بفروشم اینه، فکر میکنم درسته؟ نه این یکیه، اینه. من یکم چور بیدم نمیتونم. بابا چی شد؟ من چیکار کردم؟ حواسم بچه نبود اصلا دکمه زدم خب ببینم اون کفشی که میخوام بفروشم آیا اصلا برای فروش گذاشتم؟ نه کسی میخوام بفروشم برای فروش نیست بچه ها، یعنی کسی برای فروش نذاشتم. خب حالا من چون برای اینکه نشونتون بدم میذارم برای فروش. خب اینو میکنیم 18، این نمیشه 10 تا فلان. خب حالا اینجا نمیشه 18، ما حالا میذاریم 17 که سریعتر یکم فروش بره، ولی قطعا هیچ سگی نمیخره. حالا گذاشتیم برای فروش. اینجا میاد بعد بچه هر وقت آماده شد شما میتونید بیاید تو همین قسمت سل، اینجا مینویسه کالکت رو میذارید و ورش میدارید. 2 روزم میمونه آیتمتون تو این بعد این من نمیدونم چیه بچه‌ها، من دیشب 249 تا در آوردم ولی خب صفر زده اینجا 249. الان امروز صبح اومدم اینجا نوشته چیز اینجا صفر زده این ور نوشته 249. من نمیدونم چیه بچه‌ها، اگه میدونید شما تو کامنت ها بهم بگید توضیح بدید این چیه. من نمیدونم، بازی هم جدید اومده من زیاد واردش نیستم. خب بعد اینجا میفروشید آیتمتون. حالا بر فرض مثال من میخوام بگم قیمت این، حالا این که ارزونه قطعا 10 تاست، من حالا اسکیل دمیج بوست اینو من میخوام چنده، من 50 گذاشتم. خب شما میاد اینجا این قسمت رو میزنید، آنکه همون رو میزنید اسکیل
اسکیل اسکیل دمیج بوست اینو میزنید و میاد این قسمت اینو میزنید و اپلای میزنید. خب بذار ببینم پیدا کنید بچه ها. خب ببینید بچه ها مردم گذاشتن 47 تا 46 تا. خب برای همین الان فروش نرفته تا الان، وگرنه رو هوا ازتون میخرن. شما فکر کنم تو 5 دقیقه میتونید بخرید. مثلا این یارو چند گذاشته 44 تا مثلا هستش که قیمتای بالا، ولی خب اصلا یارو میاد ارزونه رو میخره 50 تایی. خب الان من مثلا میبینم اینجوریه میام کنسلش میکنم. کجاست 50 تا یارو 46 تا گذاشته، ما میذاریم 40 تا سگ خورد. حالا خب شما یه دونه کمتر بذارید قطعا خرید میکنم. من میذارم 40 تا که سریع خریداری شه. خب الان شد 40 تا گذاشتم برای فروش. کجا رفت اینا؟ خب الان بعد بچه‌ها صبر کنید، هر وقت کنسل سل اومد میتونید یعنی آیتمتون تو مارکت رفته و میتونید یعنی برای همه نشون داده. الان نرفته. خب این بود از چیز. شما الان بر فرض مثلا کار کرد پولتون تمام شد، دوباره میتونید بیاید همون جایی که بهتون گفتم هی انجام بدید. هی کجا بود اینجا بود. شما میاد اونجا کانترکت انجام میده، هی میگیرید. اینجوری تموم هم نمیشه. ولی اگر شما بخواد از طریق چه میدونم کوآپ دانجن بیاید بزنید و این مثلا بزنید این آیتم ها رو بخواد بفروشید، دانجنتون مثلا این 300 تا ازتون میگیره بابت هر بار که شما آیتم ها دریافت کنید. و شما این آیتم ها رو به صورت شانسی دریافت میکنید بچه‌ها. اینجوری نیست که مثلا آره من همه اینا رو میگیرم یا مثلا آره من انتخاب میکنم مثلا اینو بهم بده. شانسی بهتون میده اینو. خب شما میزنید و 300 تا هم هر سری از این از 2160 تاتون کم میکنه. وقتی که تموم بشه شما دیگه نمیتونید بزنید. دوباره وایسی تا فردا بهتون 900 تا بده. چقدر حرف میزنه. آره این آیتم ها رو بده. یعنی که یه سریاش هم مثلا زورتون نمیرسه. مثلا الان ببینید بچه‌ها من تازه لولم 50 شده، من هنوز نتونستم. مثلا ببین کامبت پاورم پاور 1600 میخواد. خب کامبت پاورتون هم از اینجا میتونید ببینید. من 1500 چطوری میتونم ببرم بالا؟ یه حالت اینه که ایناتون رو ببرید بالا که من لولم 50 بیشتر از این نمیتونم، مثلا چیزی نداره ببرم بالا. برای اینکه اینا رو ببرم بالا باید میتونم مثلا شمشیرمو قوی تر کنم، آرمورامو قوی تر کنم. مثلا ایوای زدم رفت. مثلا آرمورمو قوی تر کنم. اینجا همه آرمورتون رو راحت میزنید. این ول لول اپ آرمورتون رو میزنید. مثلا من ندارم 2 تا ازتون میخواد که چیزش کنم. خب اینجوری کامبت پاورتون رو میبرید بالا. بعد بازم میتونید برید بزنید دانجن و بگیرید، ولی این کار محدوده، یعنی سریع تمام میشه و پر میشه و شما نمیتونید بگیرید و شانسی هم میده. ممکنه آیتم رو بهتون نده و هر سری 300 تا 300 تا الکی از دست بدید و به درتون نمیخوره. یا حالت دیگه 2 تا حالت جدید دیگه هم هست، یعنی فارم تقریبا به صورت نامحدوده ولی خب خیلی سخت‌تر و یعنی سخت‌تر که یعنی طولانی‌تر دیگه و خیلی سخت‌تر پولش رو به دست میاد. میتونید بیاید توی این تونل مونلا کجاست اینا، مثلا این انواع این تونلا، هر کدوم از این تونلا با رفیقاتون برید همینجوری سربازای اونجا رو بزنید بکشید، بهتون آیتم اینونتوریم کو بهتون از اینا میده. خب اینا رو هم میتونید بفروشید ولی خب اینا کمتر فروش میان و به مقدار بیشتر. الان ببینید بچه‌ها مثلا من الان بخوام بفروشم اونا اکشن هاوس هم یا خب میام مثلا من الان میخوام اینی که تراژ 24 تاست مثلا بفروشم. خب این میگه پایین‌ترین قیمت اینه و قطعا از این پایین‌تر هم گذاشتن. خب ولی حالا این میگه این من حتی اندازه کافی ندارم که قیمتم به این برسه. چرا؟ چون باید این بیشتر بشه. میبینید من هر چقدر تعدادش رو کمتر میکنم قیمتش بیشتر میشه. خب و هر چقدر تعداد اینو بیشتر میکنم قیمتش کمتر میشه. این حداقل نمیشه کمترین چیزی که اومده اینه. من بیشتر گذاشتم و قطعا این فروش نمیره. هر چقدر 1000 سالم بذارم این فروش نمیره. باید از این آیتم ها بیشتر بذارم تا بیشتر فروش بره. برای همین باید بیشتر پا بزنید. حالت دیگه ای هم نداره. این یه حالت یعنی آیتم های دیگه مثلا حالت این که سریعتر بتون بگیرید نداره متاسفانه. همین چند تا راهی بود که گفتم. خب حالا اگر هستش به من بگید تو کامنت، ولی من فکر نمی کنم باشه. این واله هم که میبینید باشه نهنگ والشه، این هم هر ایونتشه، نه هر چند ساعت یه بار میاد. الان یه ساعت دیگه میاد. خب شما برای که سوار این بشید بعد دوباره بیاید اینجا. بیشتر کارا معمولا اینجا خب میاد اینجا و میرید اون بالا. باید برید اون بالا تا راحت سوار شید. من خودم اینو گذاشتم ژاپنی بچه‌ها، یکم خب به نظر من قشنگ‌تره.
زبان صحبتش. ای وای اشتباه رفت. این بالا و همینجا از همینجا میتونید سوار شید. از این بغلتون رد میشه میاد سوارش میشه. وقتی سوارشون میشید میید روش میتونید فارم کنید. یه کریستالای آبی طور داره که وقتی فارمشون میکنید بهتون آیتمایی میده مثل اینها، مثل این چیزای آبی. من این چیزا رو بهتون میده که میتونید زیاد جمع کنید و بفروشید. خب این بود از آموزش. الان به صورت خلاصه براتون همین فارمی که بهتون توضیح دادم که گفتم خوبه رو الان بهتون نشون میدم، ولی هیچ حرفی دیگه ای ندارم. اگر خواستید میتونید ویدیو رو ببندید و برید سراغ کارتون. تا یه ویدیو بعد، بدرود. 気をつけて